با سلام خدمت شما دوستان عزیز، با یک دوره جدیدی در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. ما در این دوره میخوایم بیایم به شما اندروید مودینگ یا همون اندروید کرکینگ رو آموزش بدیم. خب شاید براتون سوال پیش بیاد که اندروید مودینگ به معنی چیه؟ اگر دقت کرده باشین موقعی که میخواین یک برنامه یا یک بازی رو دانلود کنین، معمولا اون بازی یا برنامه مثلا میبینین چند تا نسخه داره. یک نسخه معمولی داره و یک نسخه مد شده. خب ما میخوایم بیایم از این نسخه معمولی استفاده کنیم. نسخه معمولی چیه؟ نسخه معمولی همون نسخه اصلی بازیه که مثلا این بازی فوتبالیه، یک سری پول و انرژی داره که داخل نسخه معمولی باید حالا با رفتن مراحل زیاد بتونین اون پول و انرژی رو به دست بیارین. و یک نسخه مد شده هم هست. نسخه مد شده که دیگه ازش معلومه پول و انرژی نامحدودی داره. ما میخوایم بیایم یاد بگیریم که به چه شکلی بیایم خودمون بازی که دلمون میخواد، بازی یا برنامه‌ای که دلمون میخواد بیایم، اگر نسخه مدش نبود یا حالا اگر بود، بیایم یاد بگیریم که به چه شکلی بتونیم بازی ها رو مد کنیم. چطوری بقیه میان این بازی ها رو مد میکنن. اینها میان با استفاده از مهندسی معکوس میان این بازی و برنامه ها رو مد میکنن. حالا اگر تبلیغاتی داره اون تبلیغات رو برمیدارن. حالا مثلا یک سری آیتم های پولی داخل بازی وجود داره، میان اون آیتم ها رو میشکنن و اصطلاحاً آنلاکشون میکنن و از این جور موارد. مثلا این هم یک بازی دیگه که نسخه معمولی داره و یک نسخه مد که حالا این هم پولش بی نهایته که اگر هم بیام این پایین میبینین فایل اصلی بازی رو اینجا قرار داده و نسخه مد شدش. ما یاد میگیریم که چطوری بیایم اون بازی که دلمون میخواد رو بیایم حالا نسخه مدش رو خودمون درست کنیم و اون کاراشو انجام بدیم. خب باید بگم این دوره یک سری پیش نیازهایی داره. حالا پیش نیازهای این دوره چی هستن؟ شما باید برای حالا مد کردن بازی های یونیتی باید سی شارپ بلد باشین. یعنی حداقل باید با شرط ها آشنا باشین، با ست، گت، متد ها، اینا باید آشنا باشین که به مشکل بر نخورین و بتونین اون کد بازی رو که دارین میبینین بتونین اون رو هندلش کنین. حالا نیاز نیست کل کد رو بخونین، ولی خب باید بلد باشین که به مشکل بر نخورین. و برای بازی های غیر یونیتی هم که معمولا با جاوا نوشته میشن، اون هم باید یک کمی جاوا بلد باشین. حالا اگر هم بلد نیستین ممکنه به مشکلاتی بر بخورین. ممکنه حالا مثلا با یک بار تست کردن، 2 بار، حتی 10 بار، 20 بار نتونین بازی رو مد کنین، ولی اگر دست از تلاش بر ندارین میتونین اون بازی رو مدش کنین. پس نیازی یک پیش نیازی داشته باشین، یک کمی از حالا جاوا و سی شارپ یک کمی بلد باشین که به مشکل بر نخورین. خب ما یک سری ابزارهای نیاز داریم. اولین ابزاری که نیاز داریم برای کامپایل و دیکامپایل کردن فایل های اندرویدی مونه که ما میایم از APK Easy Tool استفاده میکنیم. حالا اگر تلفظش هم اشتباه نگفته باشیم، میایم از این استفاده میکنیم، دانلودش میکنیم. اینجا هم لینک دانلود هست، به فارسی بزنین براتون میاره، به انگلیسی هم بزنین براتون فرق نداره. دانلودش میکنین و نصبش میکنین و نصبش هم خیلی راحت. خب ما یک ابزار دیگه هم نیاز داریم که بتونیم سورس کد های برنامه‌مون رو ببینیم، سورس کد های اون بازی رو بتونیم ببینیم و بعدش بتونیم حالا اون مواردی که میخوایم رو کم و زیادشون کنیم. اسم این برنامه DNSPy هست. ما از DNSPy استفاده میکنیم. حالا برنامه های دیگه هم هستن ولی خب این معروف ترینشونه. حالا باز هم اینم به فارسی یا انگلیسی سرچ کنید میتونید بیاین این رو دانلودش کنین و نصبم که این نداره اصلا. و یک برنامه دیگه هم نیاز داریم که این دل بخواهیه. ما یک شبیه ساز اندروید نیاز داریم که بتونیم اون بازی یا برنامه که مدش کردیم رو بتونیم روی اون حالا شبیه ساز تستش کنیم. اگر حالا سیستمتون ضعیفه یا به هر دلیلی نمیتونین مجازی ساز رو نصبش کنین، میتونین از موبایل خودتون هم استفاده کنین. حالا این دل بخواهی، من خودم از ناکس پلیر استفاده میکنم که اینجا هم نصبش داره. خب این ستا رو باید دانلود و نصبشون کنیم. در قدم اول
ما میایم APK تول رو بازش میکنیم موقعی که نصبش کردیم. یک آیکونی داره میزنیم روش تا برنامه‌مون باز بشه. ما میخوایم بیایم در قسمت اول، حالا من یک بازی خیلی ساده‌ای رو انتخاب کردم، بازی تاکسی 2 رو انتخاب کردم که میخوایم بیایم در این بازی حالا بیایم اون پول بازی رو بی‌نهایتش کنیم. خب موقعی که APK تولمون رو باز کنیم یک پنجره باز میشه، میگه آپدیت، میگم نمیخوام. ما در اینجا با چند تا بخش بیشتر کاری نداریم، با همشون هم زیاد کار نمیکنیم. اول ما باید بیایم این سلکت رو بزنیم، روی سلکت کلیک میکنیم که بیایم فایل APK خودمون رو اینجا انتخاب کنیم. خب من بازی مورد نظرم رو انتخاب میکنم و روی اوپن کلیک میکنم. خب اینجا یک سری مشخصات برام میاره، اینجا پکیج نیم و لانچ اکتیویتی و ورژن بازی رو اینجا به هم نشون میده. خب من فعلا به اینا کاری ندارم، میام روی این کلیک میکنم تا فایل APK من ریکامپایل بشه. خب تا این داره عملیات رو انجام میده، مهمترین بخش این قسمت اینه که ما بیایم بازی رو اول اجراش کنیم و ببینیم اصلا داخل این بازی از من چه چیزهایی رو میخواد و اینکه مثلا ما موقعی که وارد بازی میشیم چند تا سکه داریم، مثلا اگر حالا به جز سکه الماس و جون بازی هم وجود داره یا انرژی هم وجود داره، ما باید بیایم ببینیم اول بازی چی و اصلا چه آیتم هایی داره که اونا قفل هستن و با پرداخت هزینه های اون آیتم ها برای ما باز میشن. باید بیایم کلا بازی رو بررسی کنیم، حالا بازی یا برنامه رو بررسیش کنیم که ببینیم به چه شکله. خب الان من اینو زدم اجرا بشه. حالا تا این اجرا بشه و این هم عملیاتش تمام بشه، من میام DNSPy هم رو هم اجرا میکنم. موقعی که دانلودش کنین یک سری فایل های ممکنه وجود داشته باشه براتون مثل این که ما با همشون کار نداریم، ما با dnspy.exe کار داریم، ما اینو میخوایم استفاده کنیم. خب من اینو بازش میکنم. خب صبر میکنیم تا بازی بیاد بالا. خب همونطور که دیدین بازی برای ما اجراش. ببین اینجا به همون میگه نام خودتون رو وارد کنین. حالا من میام اینجا اسمم رو میزنم، روی ثبت کلیک میکنم. دقت کنید ما موقعی که وارد بازی شدیم برای اولین بار بازی نصب کردیم 1000 تا سکه داریم، پس اینو یادتون باشه، این یک نشونه خوبیه. اینا نشونهای مهمی هستن که باید ما بتونیم داخل کد نقطه ضعف اون نقطه حساس بازی رو پیدا کنیم. خب همین رو ما فعلا نیاز داریم که میخوایم سکه هاشو زیاد کنیم. حالا آیتم های قفلی رو در جلسات بعدی بهتون میگم. ببینید ما 1000 تا داریم. خب اینو میبندیمش، پس دیگه بهش فعلا نیازی نداریم. DNSPy منم باز شد، این فایل با موفقیت انجام شد. خب من اینا رو ببندم چون شما وقتی این برنامه رو برای اولین بار اجرا میکنین اینها رو ندارین. حالا من اینا رو هم پاک میکنم، این هم ندارین. خب این هم با موفقیت انجام شد این عملیات. خب میایم رو این گزینه پایین کلیک میکنیم، دایرکتوری نوشته.
بریم ببینیم کجا این فایلمون قرار گرفته. خب میایم اینجا ببینین اینجا یک پوشه‌ای برای من ساخت. وارد پوشه بازی میشم. اینجا یک سری فایل های وجود داره که ما با همش کار نداریم. فایل های اسمالی اینا کد های جاوا هستن که ما فعلا به اینا کاری نداریم. داخل پوشه رز وقتی وارد بشیم اینجا فایل های XML وجود داره که مربوط میشه به لایه های بازی، همون لایه ها، ویجت ها و رنگ ها و از اینجور موارد. باز هم ما با اینا کاری نداریم. ما فقط با پوشه assets کار داریم که وارد این که بشیم اینجا فونت های بازی رو میبینیم. ما باید وارد پوشه بین بشیم، دیتا، باز هم به اینا کاری نداریم، اصلا برام مهم نیستن. میایم داخل منیج. خب اینجا یک سری فایل های DLL هستن، ما با همشون هم بازم کاری نداریم. ما فقط تمام اون کارهایی که میخوایم انجام بدیم رو روی فایل اسمبلی حالا خط تیره C#.dll انجام میدیم. خب ما میایم DNS پایمون رو باز میکنیم، روی فایل کلیک میکنیم و اوپن رو میزنیم. خب ما الان نیازی بیایم داخل دایرکتوری این فایلمون و بیایم فایل اسمبلی خط تیره C#.dll رو باز کنیم. روی اوپن میزنیم. خب صبر میکنیم تا برای ما اینا رو فراخوانی کنیم. خب کدها رو برای ما آورد. اینجا میایم این فلشه میزنیم تا اینا برامون باز بشه، این زیر مجموعه هاش. خب همونطور که میبینید اینا کدای C# هستن. برای همین میگم اگر C# بلد نباشین ممکنه کمی گیج بشین و براتون یه کمی مشکل پیش بیاد. پس پیشنهاد پیش C# رو یاد بگیرید، هم زبان راحتیه هم کارآمد. خب ببینید اینا کدای بازیمون هستن و ما به همشون هم کاری نداریم و فقط به یک سری از قسمت ها کار داریم. اولین سرنخی که ما داخل بازی پیدا کردیم این که 1000 تا سکه داشت. پس ما باید بیایم داخل کل این فایل ها 1000 رو سرچ کنیم ببینیم اون 1000 کجا قرار داره. پس من میام روی ادیت میزنم، اینجا سرچ هم فعال میکنم، در اینجا میام میذارمشون نامبر استرینگ و در اینجا روی آل فایلز میذارم که بیاد همه فایل ها رو برای من جستجو کنه. اینجا من 1000 رو سرچ میکنم، همونطور که میبینین داره برای من کلی نتیجه نشون میده. خب همونطور که میبینین خیلی هم نتیجه های زیادی بهم نشون داد که همشون هم به کار من نمیاد. من الان نمیدونم اون چیزی که میخوام در اینجا قرار داره یا نه. ببینید ما اینا رو تک تک که باز کنیم میبینیم یک سری نتایجی رو برای ما میاره. پس میبینیم ما 1000 که سرچ کردیم اصلا منطقی نیست، چون ممکنه حالا مثلا یک جای بازی یک سری منطقهایی داشته باشه، یک سری حالا عملیات ریاضی داشته باشه که ما 1000 رو سرچ کردیم بیاد این عملیات رو بهمون نشون بده که اصلا اینا به کار ما نمیاد. خب ما با 1000 به هیچ نتیجه ای نمیرسیم چون اینا خیلی زیادن. ممکنه برسیم ولی خب عاقلانه نیست بیایم تک تک اینا رو ما چک کنیم، باید یک سرچ دقیق تر کنیم. خب داخل بازی اگر بیایم دوباره نگاه کنیم همطور که میبینید سکن دیگه، سکن به انگلیسی میشه کوین، معمولا هم کوین میذارن. حالا کوین تلفظش دقیق نمیدونم. ما کوین رو سرچ میکنیم. خب همونطور که میبینیم نتایج برای ما خیلی کمتر شد و ما حالا میایم اینا رو چک میکنیم ببینیم کدومشون هستن. اولی رو باز میکنیم. خب اگر C# بلد باشین میدونید که اصلا این کد مربوط به سکای بازی فکر نمی کنم بشه این قسمت و ما هم باهاش کاری نداریم.
میریم در قسمت بعدی که زده get کوین. خب مثلا این دیگه اسمش خیلی مشکوکه، get برای دریافته و ما میزنیم روی این، میبینیم اینجا همون 1000 که داخل بازی دیدیم اینجا هم هست، ولی هنوز مطمئن نیستیم این همون هست یا نه. پس میایم کل نتایج رو اول چک میکنیم و بعدش میایم سراغ این. میایم بعدی رو نگاه میکنیم، میبینیم این هم زده. این بعدی رو نگاه میکنیم، ست کوین اینجا هم داره، اینجا هم همینطور. اینجا مثلا بهش نمیخوره، اینجا هم ما باهاش کاری نداریم چون بهش نمیخوره بازم. اینجا هم که هیچ. پس یا در قسمت ست یا در قسمت گت. اینو بهتون بگم بر اساس تجربه، معمولا جایی که سکه و جون و اینا میدن با گت و ست خیلی سر کار داریم. پس هر جا گت و ست رو دیدین و کوین هم همونجا بود بهش شک کنین. نمیتونم بگم حتما اونجا هست، ولی باید بهش شک کنین چون امکان خیلی زیاد، حالا میتونم بگم 90% احتمال داره اون قسمت نقطه حساس بازی باشه. خب همونطور که میبینین اینجا یک متدی هم داریم به اسم کوین که داخل متد اومده اینا رو نوشته اون برنامه نویسه. خب حالا ما به این شک داریم، ما میبینیم اینجا 1000 کوین هم نوشته، از گت هم داره استفاده میکنه، پس خیلی مشکوکه. حالا ما میخوایم بیایم این رو تغییر بدیم، مثلا حالا یک عددی که میخوایم رو اینجا قرار بدیم، میایم یک کلیک راست میکنیم، این متد دیگه ما این متد رو میخوایم تغییر بدیم، پس میزنیم edit متد، روی این کلیک میکنیم. خب کدها برای ما بارگذاری شد. ما اینجا میایم این عدد 1000 رو پاک میکنیم و یک عددی که خودمون میخوایم رو جایگزین میکنیم. مثلا من میام 9 تا 9 میذارم، مثلا 1 2 3 1 2 3 1 2 3، یک عددی رو اینجا بهش میدم. فقط دقت کنین یک عدد حالا خیلی گنده هم ندین. مثلا من اگه بیام این عدد رو بدم روی کامپایل پایین کلیک کنم ممکنه بهم خطا بده. ببینین بهم خطا داد، به خاطر چیه؟ به کجا گیر داد؟ به این گیر داد، به خاطر اینکه من خیلی رنج بالایی زدم. پس من همون، حالا نمیدونم دقیقاً رنجش تا چنده، ولی من همون 9 تا 9 رو میزنم، 1 2 3 1 2 3 1 2 3، چون انقدر زیاده که من هر چقدر بیام داخل بازی همه آیتم ها همه چیزای پولی هم بخرم باز هم تمام نمیشه. روی کامپایل کلیک میکنم، همونطور که میبینید الان بدون هیچ اروری برای ما کامپایل شد و این عدد ما تغییر پیدا کرد به، حالا چندم تغییر پیدا کرد، این میشه 9000 تا 90000 تا 900 9 میلیون 90 میلیون نه نمیدونم یک عدد خیلی گنده هم شد، میلیارد شد، 9000 خورده میلیارد، حالا نمیدونم دقیقا. یک عددی گنده بهش دادم که داخل بازی به مشکل بر نخورم. حالا اگر هم تمام آیتم ها رو خریدم باز هم از سکه هم هر چقدر کم شد زیاد برام مهم نباشه و باز هم سکه داشته باشم، یک عدد زیادی بدین بهش. خب الان ما میخوایم بیایم این رو حالا سیوش کنیم ببینیم برای ما درست کار کرد. این بازی یک سری آیتم های حالا پولی هم داره که ما بعدا میایم اونها رو هم آنلاکشون میکنیم. فعلا در جلسه اول من میخوام یک چیز ساده ای رو بهتون بگم. میایم روی اسمبلی خط تیره سی شارپ میزنیم، میایم روی فایل میزنیم، سیو رو میزنیم، اینجا میایم روی سه نقطه میزنیم. ما باید بیایم دقیقا همین اسمبلی خط تیره سی شارپ اسمش رو بذاریم. ولی خب من میام اینجا آخرش همین رو مینویسم، آخر سی شارپ یه دونه یک هم قرار میدم، ولی بعدش میام این رو حالا درستش میکنم، میام این فایل قبلی رو حذفش میکنم و این رو جایگزینش میکنم. روی اوکی میزنم، سیو هم میزنم. خب برای ما اوکی شد. الان این رو میبندم، میام داخل پوشه منیجد. خب این فایلی که ویرایش کردم
میام فایل قبلی رو پاک میکنم و میام این فایلی که خودم ویرایش کردم رو جایگزینش میکنم و اوکی رو کلیک میکنم. دقت کنین اسمش همون باشه. اگر اسمش رو تغییر بدین ممکنه به ارورهای حالا ناجوری هم برخورد کنه. خب من میام داخل APK تول و روی کامپایل کلیک میکنم. صبر میکنم تا برنامه من این چیزی که ویرایش کردم کامپایل بشه. فقط دقت کنین اگر موقعی کامپایل کردن بهتون یک سری ارورهای داد، میگه باید بیاین لاگ رو بخونین. اینجا لاگ رو که بخونین معمولا اروری که میده به خاطر اینکه جاوا روی سیستمتون نصب نیست. اگر جاوا نصب نیست ارور بهتون میده. معمولا هم اونایی که اومدن پیوی من و به هم گفتن که مثلا این ارور رو داریم، موقعی که ارور رو بررسی کردم نوشته بود جاوا رو نصب ندارید. پس حتما قبل از اینکه بیاین از این APK تول استفاده کنین یادتون باشه جاوا رو نصبش کنین. ترجیحاً هم برین آخرین نسخه رو دانلودش کنین. خب ما میایم داخل مجازی سازمون، این رو میبندیم، این بازی هم حذفش میکنیم چون دیگه بهش نیازی نداریم و میخوایم نسخه ای که خودمون مودش کردیم رو اینجا اجرا کنیم. خب حالا صبر میکنیم تا این هم برای ما کامپایل بشه. این هم میبندیم، دیگه به اینها هم نیازی نداریم. خب عملیات ما با موفقیت انجام شد. ساکسس رو بهمون داد. روی اوکی کلیک میکنیم، روی کامپایل APK دایرکتوری هم بازم کلیک میکنیم تا بریم به اون دایرکتوری جایی که این حالا قرار گرفته. خب میایم الان مجازی سازمون رو میاریم بالا، میایم میگیریمش و میندازیمش داخل مجازی ساز. صبر میکنیم تا حالا این نصب بشه. APK تول هم میبندیم چون دیگه بهش نیازی نداریم. اگر یادتون باشه ما موقعی که اجراش کردیم 1000 تا سکه داشت. الان ببینیم سکه هاش افزایش پیدا کرده یا خیر. خب میزنیم برنامه رو اجرا کنیم. خب اینجا به همون میگه اسمتو وارد کن که منم میام اسمم رو وارد میکنم. همونطور که میبینید سکه های ما همون عددی که زدیم شد. من 9 تا 9 زدم و الان هم 9 تا 9 اینجا برای من سکه داد. خب الان میایم حالا از داخل فروشگاه بازی یک چیزی میخریم ببینیم این سکه ها نمایشیان یا واقعا. میایم اینجا مثلا میایم یک ماشینی رو میخریم. همونطور که میبینید سکه های ما کم شد و اینکه این ماشین برای ما خریداری شد. مثلا اینو میخوام، میام میخرمش. مثلا حالا چی، مثلا اینو میخوام، این راننده رو میخوام، نمیدونم بوق میخوام، آهنگ میخوام، هر چیزی میخوام میخرم و میتونم از این بازی استفاده کنم، از این سکه های بازی و بیام بازیمو راحت مود کنم، هر چیزی که میخوام رو بخرم. همونطور که دیدین ما خیلی راحت تونستیم بیایم این بازی رو مودش کنیم و دیگه نیاز نباشه بیایم حالا مثلا از حالا اون بازیایی که بقیه مود کردن استفاده کنیم. شاید شما یک بازی خوشتون بیاد دوست داشته باشین اونو مودش کنین ولی خب مود اون بازی حالا پیدا نشه یا اینکه خوشتون نیاد از بازیایی که بقیه مود کردن استفاده کنین. حالا خوشتون میاد خودتون بیاین اون بازی رو مودش کنین. میتونین به همین راحتی بیاین این بازی ها رو مود کنین و ازشون لذت کافی رو ببرین. خب امیدوارم از اولین قسمت این دوره خوشتون اومده باشه. تا قسمت های بعدی خدایا رو نگهدار.